ملاحظه فرمودی این آهنگی رو که قبلا ازش خاطره داریم و من با خانم هایدی رو اجرا کردم و همایون جان و پدر بزرگوارشون از طرفداران صدای خانم هایدی بود. ملاحظه فرمودیم با چه تسلطی این آهنگ رو اجرا کردم. واقعا من وقتی میشینم پیانو میزنم و ایشون میخونم من تقریبا خودم رو دیگه فراموش میکنم، اینقدر زیبا. عرض کنم که بخش این توضیح کوچیکی میدم، زیادم حرف نباید بزنم، نمیزنم اصلا، ولی مجبورم این توضیح بدم. من برای آهنگ نوشتم معمولا از طبیعت خیلی الهام میگیرم. چندی پیش من صبح زود دیدم یه پرنده‌ای داره یک آهنگی رو، یه تیمی رو داره اجرا میکنه. تیمش خیلی ساده بود، واسه رو بذارم ببینید چجوری بود. ببین اینجوری بود. خب این یه چیزی خیلی ساده است، ولی اگه آدم اینو با گوش جان گوش کنه میفهمه چه خبر توش هستش، ریتمش رو اینو همه سر جاش. و من شروع کردم به کار کردن روی این و آهنگ اولی که گوش کردیم از حضرت مولانا بود. شعری برای شمس نوشته بودن: چون میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو. این آهنگی رو که الان روی صدای پرنده درست کردم، اینم شعرش خوشبختانه از حضرت مولاناست. در زمانی است که حالا شمس برگشته به شهرشون و میگه آب زنید راه را، این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. حالا ببینیم ما به اتفاق همایون چه بلای سر این پرنده آوردیم. شاک شد از آسمان
دهیم